به نام خالق هستی بخش عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. امروز اومدیم تا شما رو بیاریم به دیدن یکی از عجیبترین و منحصر به فردترین نقاط در استان خراسان جنوبی. منطقه‌ای که در اون هستیم یکی از نقاطی هست که در دنیا منحصر به فرد هست به خاطر وجود یک گیاه بسیار کمیاب که در دنیا فقط در این منطقه رشد میکنه. با ما همراه باشین برای دیدن تگ احمدشاهی نهبندان. علاوه بر دیدنی‌های استثنایی زمین شناختی در طول مسیر تگ احمدشاهی، مهمترین عاملی که باعث شده این منطقه در جهان یگانه و بی همتا باشه وجود نوعی پسته وحشی یا همون درخت بنه هست که گونه اون آندیمیک منطقه است. یعنی در جای دیگه از دنیا این گونه بنه به وجود نمیاد و رشد نمیکنه. البته این جنگل ها در قدیم و در گذشته بسیار بسیار انبوه و بزرگتر بودند که متاسفانه به دلیل تعارض با انسان و دستی که انسان به داخل اون برده خب محیط کوچکتری رو الان پیدا کرده و اینجا به صورت یک ذخیره‌گاه خیلی کمیاب و منحصر به فرد الان باقی مونده. اما در مورد بنه نکات بسیار جالبی وجود داره. در مورد این درخت که یک درخت خیلی دوست داشتنی، کهنسال و منحصر به فرد در نوع خودش هست. ببینید درخت بنه درختی هستش که صدها سال میتونه طول عمر داشته باشه. درختی که بین 300 تا 700 و شاید حتی بیشتر هم بتونه عمر رو بکنه و درختانی با این طول عمر در نقاط مختلف استان ما وجود دارن. میتونه رشد بسیار بسیار زیادی داشته باشه این درخت و از همه مهمتر ویژگی که من خیلی دوست دارم در مورد این درخت شکل منحصر به فرد و بی‌نظیر اون هستش. شکل مجعد که باعث میشه یک نقاشی مینیاتوری سه‌بعدی و زنده رو در طبیعت ما بتونیم داشته باشیم. مثل همیشه جای همه شما عزیزان سبز و از غنچه وجودتون خالی است در این مکان زیبا که به یک نقاشی زنده بر روی یک بوم نقاشی بیشتر شبیه هست. ما خیلی جالب خدمتتون بگم که توی این مدتی که توی مسیر می اومدیم از شوسف تا اینجا به قدری مسیر زیبا بود، به قدری دیدنی بود این مسیر جاده آسفالت تا مزار بیبی مریم که اصلا دست و دل دوستان عزیز برای تصویربرداری و برای پیاده شدن به کار نمیرفت و دوست داشتیم واقعا خودمون از این صحنه‌های زیبا استفاده بکنیم، لذت ببریم و دوست داریم که شما هم تشریف بیارین. شما بیننده عزیز و محترم، شما هم اینجا تشریف بیارین با خانواده محترم لذت ببرین از این هوای بهاری، از این محیط استثنایی و سرسبز و از این جنگل بی‌نظیر بنه. بیاین یه نکته عجیب در مورد این درخت خدمتتون بگم. درختان بنه جزو معدود گیاهانی هستند که به راحتی تکثیر نمیشن. شما با کاشت دانه بنه نمیتونید یک بنه رو کاشت بکنید و پرورش بدید. علتش هم به خاطر سختی زیاد این دانه و جنس خاص این پوسته دانه بنه هست. جالبه که علت انقراض بنه ها در استان ما و در نقاط مختلف کشور هم دقیقاً به همین علت هست. به این خاطر که ببینید دانه بنه یکی از غذاهای مورد علاقه بزهای کوهی هست و آنزیمی که در معده این بزها وجود داره باعث میشه که این پوسته نازک شده و در واقع به یه صورتی فراوری میشه برای رشد مجدد و موقعی که دفن میشه در اون زمین یا صخره‌ای که میفته به مرور زمان دوباره میتونه رشد بکنه که متاسفانه به علت شکار بی‌رویه و بیش از حد در بعضی از مناطق استان ما و کاهش جمعیت این چرنده ها و بزهای کوهی متاسفانه اون زمین ها و اون کوهستان ها هم قدرت باروری درختان بنه رو از دست
دادن. سعی بکنیم با دقت، با دانش در حفظ محیط زیست و حفاظت از گونه‌های مختلف زیست محیطی و حیات وحش منطقه خودمون سهمی داشته باشیم. گوشا باشیم. پیشینیان و اجداد بزرگوار ما علاقه و عشق زیادی نسبت به درختان قدیمی و خصوصاً بنه‌های کهنسال داشتن که نمونه اون رو میتونیم در اماکن مذهبی و زیارتی استان در نقاط مختلف و روستاهای مختلف استان خودمون به خوبی شاهد باشیم. جالب هست که بدونید پژوهشگران الان عنوان میکنن که در آغوش گرفتن درختان در دوره‌های مختلف، حالا چه روزانه چه به صورت هفتگی، میتونه نقش زیادی در سلامت جسم و روح انسان داشته باشه. انتقال این عشق موجود بین انسان و درخت که یک موجود زنده هست و ایجاد این رابطه و تعامل میتونه باعث بروز بسیاری از احساسات و خصوصاً خواص درمانگری در این گیاهان و انسان‌ها بشه. که برای شما بیننده عزیز و محترم حدود مختصات و آدرس این محل رو من خدمتون بگم. شما میتونید از مسیر بیرجند به سمت شهرستان نهبندان که تشریف میارین در شهر شوست مسیر دست چپ رو انتخاب کنید به سمت مزار بیبی مریم و موقعی که به تابلو این مزار میرسید میتونید مجدد مسیر دست چپ رو بگیرید که مسیر خاکی هست ولی به همراه خانواده محترمتون و با استفاده از وسیله نقلیه سواری هم با توجه به آسفالت بودن مسیر میتونید تشریف بیارید و لذت ببرید از دیدنی‌های بی‌نظیر و منحصر به فرد منطقه تگ احمدشاهی نهبندان. یکی از درختان بی‌نظیر و بسیار زیبایی که در منطقه تگ احمدشاهی نهبندان وجود داره درختچه‌های بادامشک هست یا در اصطلاح علمی‌تر و رسمی‌تر درخت‌های بادام تق یا بادام کوهی که از روغن اون خب در قسمت‌های مختلف برای مصارف آرایشی و بهداشتی استفاده میشه و خیلی جالبه که در قدیم از ریشه این گیاه برای فراوری مشک‌های آب و مشک‌های دوغ و ماست و کره استفاده می‌شده. وجه تسمیه این گیاه به خاطر بوی خوش شکوفه‌های اون در بهار هست. خیلی جالبه که در مناطقی از روستاهای خراسان جنوبی از ساقه‌های باریک این گیاه برای بافت نوعی صنایع دستی و سبد استفاده میشه که به اون تختک میگن و کارایش بیشتر برای خشک کردن میوه ها و حالا برای خشک کردن نان و اینها هم استفاده میشه.